ترفند ساده آشپزخانه برای اینکه یه آشپز بهتر بشی. 1. نون بیاد شده، فقط روش آب بزن، بعد 10 دقیقه بذار تو فر. دوباره تازه و ترد میشه، مثل روز اول. موقع خرد کردن پیاز اشک در میاد، قبلش چند دقیقه توی آب یخ بخوابون. اشک چشم به حداقل میرسه. 3. کاغذ روغنی همش چروک میشه. برای قالب مربعی تا کن و گوشه ها رو ببر. برای قالب گرد تا کن مثل مثلث و نوک رو بچین. دقیق و تمیز میفته کف قالب. 4. پوست گوجه رو راحت بکن. نصفش کن، 10 تا 20 دقیقه بذار تو فر. پوست خودش جدا میشه. عالی برای سس یا پاستا. 5. پوست کندن سیر. دیگه لازم نیست تکون بدی. فقط 3 دقیقه بذار توی آب گرم. پوست خیلی راحت جدا میشه. 6. بستنی ماست خونگی. قاشق بزن توی لیوان ماست. بذار فریزر. یه بستنی خنک و خوشمزه برای تابستون. 7. غذات شور شده؟ یه سیب زمینی بنداز تو قابلمه. بذار بجوشه. نمک اضافی رو جذب میکنه. 8. وانیل خونگی. چند غلاوه وانیل رو نصف کن، بنداز توی بطری. روش ودکا بریز. چند ماه بعد عصاره طبیعی داری. 9. بهترین کرم قهوه. کمی قهوه و شکر رو هم بزن تا خامه شه. بعد روش قهوه داغ بریز. طعمش عالیه. 10. فلفل دلمه کبابی. بذارش مستقیم روی شعله تا پوستش بسوزه. بعد پوست رو بکن، برش بزن و سرو کن.